سلام، کشاورز زاگرس هستم. الانم ساعت 2 نصف شبه. کشاورزی هم خیلی سخته. الانم در حال آب زدن گندم هستیم. اینم آب گندمی و ما کش بکنیم اون مرحله برداشت برسونیم خیلی زحمت داره. همینجوری هم نیست که میگن کشاورز نون آب داره و نمیدونم وضعش خوبه. نه، هزینه ها بالا، درآمد قیمت به هم نمیخوره. جهت اطلاع دوستانی که میگن کشاورزی کار نون آبداریه، کار حلالی هست. کشاورزی حلاله، زحمتش خیلی زیاده. پاینده و پیروز باشید.